الحمید. نجار استعداد نجاری را داره اما قرار میشینه در خانه خود، یک نجار بیرون نمیبره. معمار استعداد معماری را داره مصرف نمیکنه، قرار در خانه خود میشینه. استاد لیاقت استادی را داره مصرف نمیکنه، قرار در خانه خود میشینه. دریور در خانه خود میشینه، معلم ماموری دفتر دیقان در خانه خود میشینه. دنیا آباد میشه و ایران امی مطلق زندگی انسانی هم ضرورت بین این مصرف داره. خب مصرف به جای باشه یا بی جای؟ دریور وقتی مصرف کنه که مردم بیرون برآمده باشه، طرف کار و وظیفه روان باشه. در وقت کار و وظیفه تیم وظیفه مردم کلش در استادگاه استاد است، یک موتر پیدا نمیشه. خب مردم که بیچاره رفتن پس در خانه، آلی وقت استراحت است، دریور و کلینر برای میگه شار 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 صدا بکنه. این بی وقت است یا با وقت است؟ این انفاق صحیح است یا ناصحیح؟ انفاق بکنه خود وقت بکنه. در کدام وقت بکنه؟ که وقتش مناسب باشه. وقتش مناسب باشه. بالای کی انفاق بکنه؟ بالای کسی که ضرورت برش داره. یک آدم ضرورت داره در دفتر، او را موتروان بالا نمیکنه. او بیچاره میگه من بالا میشم. نه نه نه، یک نفری دکاندار کش کرده رویست که بیاد موتر بالاش. بیا که از اینجا تا چی را پلی باغ عمومی را تو را میبرم. او میگه بیا دارم دکانم میمانه، من ضرورت ندارم در اوجا. او شلسته که نیمه تو را میبرم. دیگه نفر شلست که مرا در پلی باغ عمومی ببری نمیمانه شد که بالا شوه. این درست است؟ نه، مناسب نیست. انفاق مناسب باشه. علم در خود جای داره، در خود وقت داره، در خود موقع داره. اول از عالم شروع میکنیم. ای علما، ای کسی که دعوای ادناترین علم داره، شما باور به الله تبارک و تعالی بکنه که از هر لحظه و ساعتهای دیگه امروز انفاق علم سر شما بسیار فرضی تاکیدی است. چرا فرضی تاکیدی است؟ دشمنای دین ما بر علاوه که در تمام ممالک اسلامی مداخله نظامی علنی داره، لیکن تلاششان از نگاهی تعرض فرهنگی خیلی زیاد است. از چی کرده؟ از تعرض نظامی کرده. امروز برای محو مفکوری صحیح و صفای تو آنقدر وسایل یاد کار انداخته که قدم میمونی غیر از وسیله دعوت به سوی فحش دیگه چیز دیده نمیتونی. اگر موبایل میگیری کمی امی بری توی زنگم میادم و زنگم چی است؟ ساز است. سازی که تو را یک دم تحریک میکنه. اگر در موتر میشینی ساز است، اگر در هتل بالا میشینی ساز است، اگر در دفترکت میری سعی میکنی که دخترک در تلویزیون با این سیستم برات میاد ناز و نزاکت میکنه که پرسان نکن، حالی کار را فراموش میکنی، متوجه از او میشی. مردم ها به خاطر سریالا با جای از این که چیسته کالا را در چی پرته برادری خود گرفته، همونطور که البته کالاست یخجال انداخته. الا که سریال تلسی تیر نشود. امی حالت ها هست یا نیست برادرها؟ این را باید باور بکنیم، این را باید یقین بکنیم. جناب عالم، ای جوان، ای بچه جوان، ای دختر جوان، ای پدر پیر و ای مادر پیر، چرا مبتلا به این مزخرفات؟ خانه به مجردی که داخل میشی امو خانه قابل افتخار از زندگی خوش داره که تلویزیونش شو تا صبح چالان باشه، کلان باشه، عکس و تصویر خیلی کلان نشان بده. خانه خیلی زندگی خوب داره که کیبلش بسته باشه با دنیای چی دیگه، در اونجا عکسای نعوذ بالله لچه ببینه. این مشکل است. عالم تو علم خود در چی جمع کرده ای؟ تو انفاق بکنی امروز، پشتی معاشا نگرد. ای دکتر صاحبا، بر علاوه که علا دو پانتونی دولتی، دو پانتونی شخصی ساعتای تانه تقسیم کرده، بیایه به خاطر رضای الله که همی استعداد و همی قابلیت الله براتان داده، 1 ساعت به خاطر رضای الله. دیگه جایم نه، امونجا که مسئولیت داری خطیب و ملاستی، امونجا 1 ساعت به قرآن خاص کنی، 1 ساعت به عقیده خاص کنی، 1 ساعت به درس حدیث خاص کنی، 1 ساعت به درس مستمر سیرت رسول الله و اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کنی. وجود داره؟ شما بگید، فیصله کنید شما. ما چطور بگیم
ولا یهود و نصارا آمده کلگی را گمراه کرد، خود گمراه میشه. در کله و در دماغ ما دیگه چیز نیست. یک درو برام دعوت به سوی نمو گپا داده میشه. مسئولیت علما زیاد است یا نیست؟ اگر ما دمی موقعم یک لحظه غفلت بکنیم، یک لحظه غفلت، 100 سال عقب مانده شدیم یا نه؟ به میلیون ها سرمایه دولتی ما، بچه و دختری جوانی ما گمراه شد یا نشد؟ از دست تو شد. چرا مردم ما، جوانای ما رفت در روسیه یک دم مفکوری کمونیستی را آوردن؟ مفکوری کمونیستی که آنقدر باطل است که ادناترین کسی که کمکی عقل داشته باشه او را باطل میگن. و اینجا پس آمدن تا عالی را ارگانش وجود داره، جلسات سیاسی داره، مردم دعوت میده و تا عالی را افتخار به لینن میکنه. از دست تو ملاسای بود. چرا؟ امی بچگک وقتی که خرد بود در مسجد در پیش تو آمد، یک موضوع عقیده را برش نگفتی، یک آیت قرآن برش ترجمه نکردی. امی قدر یاد دادی بندی کیستی، امتی کیستی، ملتی کیستی، چاریاری دوستاری کیستی. بعضی ملاحاخو مسائل مسلک دیگر را یاد میده. برش چی میگه؟ اصول دین چند است؟ بازو برش میگه اره با تو بگویم، اره رم قطش میگه که از کدام قوم هستی. اره با تو بگویم 8 قسم است. نگفته براتون ملا؟ بیچاره نمیفهمه که از کدام مسلک است. الله رحم بکنه. این مسئولیت علمای ماست. سخت حالت خراب است و علمای ما در این روز یک ثانیه غفلت و یک ثانیه بی‌توجهی کردن برای خدمت به نزد الله متعال مسئول هستند. الله از پیش ما سوال میکنه و مما رزقناهم، از آن چیزی که ما برش روزی دادیم. دیگری ها گرفته، معاشا گرفته، هر کدامتان آلی خوب زندگی مرفم داره، بیایی به خاطر دین الله یک چیزی حصه از عمرتان بده. الله توفیق بده. مالدار، ترجمه مولای متوکل، به یک نفر هیچ کدام لذت نداره اگر ما قطم موتر نباشه، اگر ما اجرت تیلم داده نشوه، اگر ما مشکل اقتصادیم حل نشوه، در کمپانی زندگی میکنم، صبحکی در لاسپیکر، او لاسپیکر هم کسی برام بخره، باز بعد از اون برقم خوب فعال باشه، بعد از اون دروازه مسجد اعلا باشه، بعد از اون مردم ترجمه بکنم، یا 10 یا 15 یا 30 نفر همین قرآن ترجمه کده میتونم. خب ما به 1000 نفر برادر و خواهر ترجمه را رسانده نمیتونم. توسط کی رسانده میتونم؟ اینمی دنیاست که توسط تو مالدار تو فکر کردی که من کی مالی خودم مصرف کنم، چه قسم مصرف کنم، ده کجا مصرف کنم. یکی از مسئولیت های علمای ما دلسوزی بالای تجارای ماست. عالم حق پرست باید دل سری امو تجاری ما خود بسوزانه که امی تجارم خو مال داره، خو امی مالی از این کجا مصرف شود. این تجاری ما اعلان میکنه که مسابقه سیرت شود، کسی که اول نمره شد یک موتری 40,000 دلاری را برش میخریم و هم بیا قطعا مشوره کنه به خاطر که از امی مسابقه یک چیزه که به من میرسه میگه ماجیز بهترین کار است. اینقدر خوب کار است حاجی صاحب. چقدر مردم سیرت رسول الله را میخوانه. سیرت رسول الله کدام سیرت میخوانه؟ تاریخی وفات و تولد و جنگا و اینه میگه پا درسایی که از اخلاقی پیغمبر گرفته میشه این خوانده نمیشه. عبرتایی که از غزوات پیغمبر گرفته میشه این خوانده نمیشه. تجارای ما امی مصارف کردن یا نه؟ چندین لفتاب، چندین کس عمره و حج برش داده شد. خب عمره و حج به کی داد؟ به مو کسی که میره در عمره و حج هم لیکن عقیده شرک داره. همون جمع که میره بگوی در غار حرا میره، غار حرا را سنگایش کده رویسته، تسبیح را سرش میماله، پس میا به دوستی خود میگه ایره در غار حرا مالیده. برای از چی؟ حج و عمره برای از چی فایده رسان؟ عقیدهش درست نبود. و جناب دکتر صاحب و جناب عالم صاحب سری تجاری دل بسوزان. اینطور تجاری که مال داره و میخواه خدمت دین بکنه، اولین امر بنیادی صحت عقیده است. برش بگو که جناب حاجی صاحب تو این مصرف میکنی؟ بیا یک کتاب عقیده است، بسیار نیک کتاب است، در دسترس هر کس که قرار بگیره.
شرح ارکان اسلام قطع ما بود، 2 کارتن آمده بود. آنقدر زیبا کتاب است که هیچ پرسان نکن. کتاب توحید امی شخصیتی را که مردم بد میگه، مردم بد میبینه، محمد ابن عبدالوهاب. الحمدلله شما مطالعه کردی، بخوانیش که یک دفعه حقیقت دین براتون معلوم شود. عشر اخیر ده 3 جزء اخیر قرآن کریم تشریح شده، تفسیر شده. خود در زمینی از او مسائل عقیده هم است، مسائل فقهی هم است. آنقدر زیباست که هیچ پرسان نکن. دعوت بده امی تاجری خدا برش بگو که امی قدر مردم غریبی به بضاعت داریم که حتی امی 100 روپه که قیمتی نمی کتاب میشه یا نداره، یا امی فرهنگ افغانای ما وجود نداره که کتاب پیسه بند بده و کتاب بخره مطالعه کنه، از او چیزی یاد بگیره. بیا برش بگوی که 40 روپه یا 70 روپه کتاب اصلی روش نماز است، امیره چاپ کو، بیا امیره مفت مردم توضیح کنیم که نمازایشان درست شود. خو خوش بایستیم که در تلویزیون ظاهر شویم، در تلویزیون شهرت پیدا کنیم. فلانی حاجی صاحب مسابقه را برای انداخته، باز در مسابقهش تلویزیون ها یارا چی کنه؟ نشر کنه در دنیا که فلان حاجی صاحبی را گرفته بود، او در مسابقهشان فلان مولوی و ملا آمده بود. در یک جای میمان بودیم، یک چاشت، یک مولوی صاحب در موقع اردوی ما ترجمه قرآن داشتیم. یک برادر میمان کرده بود، اما مولوی صاحب گفت برای من، مولوی صاحب من والا قصد کردم کتاب دیگر را ترجمه بگویم. یک نفر پیدا شد گفت که نانی مردم هم میدم. ما در اون مسجد که در اون وقت که ترجمه میکردم، آنقدر زنگ از خواهرها از کل ناحیه کابل برای ما می آمد، ورق رسیده بود. امی میگفت که برای ما اگر ترانسپورت باشه که ده بگه ترجمه بیایم. خب ما از 2 وجه، از چند وجه؟ از 2 وجه نمیتونستیم با رضا وعده بدیم و یکی خوب نداشتیم، مسائل پولی ما هیچ موجود نبود، اما آخرین زوری ما بود. از او خاطر بیچاره میگفتیم که والا ما دیگه زوری ما نمیرسه. یقینا دلم بسیار درد میکرد کسایی که خواهر این نیت داره که بیا در مرکز قرآن بشنوه. این مادر اولاد است، اولاد خدایی طور عقیده برش درس بده که هیچ پرسان نکن. و یکی هم ایسته که اونجا خواهرها جایش دیگه گنجایش نداشتم، یا مسجد ما اینجا گنجایش نداره، اونجا در اویلی فرش انداختیم، خواهرها در اونجا رفته، در اونجا آواز میده. من بسیار تعجب کردم که خوب مولوی صاحب در مقتدیای تو، در متعلقین تو کسی پیدا میشه که نانی مردم میده، او ما یک کس پیدا نمیشه که یک موتر بگیره که عقیدهش دور شود. آلی خویم درسی قرآن است، تو هم درسی قرآن است، چرا امو کمکی خود دهی درسی قرآن نمیکنه که ما به جای 20 موتر 50 موتر بگیریم؟ چند؟ در جای 1000 نفر گوش گرفتن قرآن 2000 نفر گوش بگیره. چقدر خوب است. او عالم دلیتا بسوزان سریمی تاجری ما 1/16 پولیش هدر نروه. در جای این پولی زیر مصرف کو که امی تاجر در روز قیامت احساس کنه که یقینا مالی من مال بود و مالی من یقینا که ثمره داشت، یقینا که مالم بجای خورده بود. امروز که یک خواهری ما عقیدهش درست میشه و بعد از او سلسله به سلسله اونمو عقیده صحیح یکی به دیگه انتقال داده میشه. آجی صاحب می کسی که موتر گرفته ده شریک است یا نیست شریک؟ در سوره بقره بخیر می آید الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة. در اونجا باز تشریح براتان میکنم، براتان واضح میشه که 1 روپه در اینطور مقامات مصرف کردن چقدر اهمیت داره. امروز چقدر اهمیت داره. الحمدلله خواهرایی که در ترجمه قرآن کریم ما حاضر شده باز تلویزیون نمیبینه الا ماشاءالله، اگر کدام تا پیدا شود. خوی این کارا خو شده میتونه، حتما شده میتونه. یک آدم جور نمیشه، درس نمیگیره. خو الحمدلله اکثریت برادر و خواهرای ما که در این جامعه عقیده درست شده، نمازخوانیشان درست شده، حجابشان درست شده، اخلاقشان در خانه درست شده، از تلویزیون اجتناب کرده، از بی‌حجابی اجتناب کرده. فضل الله سبحانه و تعالی است. از الله خود خوب شکرگزار هستیم. ببینید دینی طور جای بعد مصرف شود پولی ما در این طور جای ختمش رو میکنیم. کی را طلب میکنی؟ اونمو رقم است که دکاندار نمیره، کار نداره، موتروان کش کرده است.
او کسی که کار داره او را بالا نمیکنه. ما که کار داریم، در کدام جای کار داریم باید مصرف شود، سرمایه گذاری شود. در هر نقطه با بچه جوان و دختر جوان ما مرکز اسلامی باشد. هر مسجد ما مکتبه بزرگ داشته باشد، کتاب اسلامی در اونجا فارسی، پشتو مکمل موجود باشد. دیگر از خیر است اگر ملا صاحب نمیکنه ترجمه، هر کس دیگر خود از دکان از کار فارغ میکنه، نماز دیگر که میخونه در انتظار شام میباشه که روزه را افطار کنیم. اگر در اینجا یک کتاب فتوا باشه، یک کتاب سیرت باشه، یک کتاب حدیث باشه، تا شام چقدر مسائل ما معلومات گرفته میتونیم. با زبان خیلی ساده. در عربستان بری یک مسجدش به مکتبه نیست، در هر مسجدش بره کلان کتابخانه مثل کتاب فروشی ما واری وجود داره. خدا وطن ما یک کتاب وجود نداره. مرده ما که میشه خیرت است، چاری فلانیست، سی کی هسته؟ این قوم هسته که آمده 100 نفر قومی در گرد دیگ جمع است، کراکری و کش است، پش است، ترنگ است، ترنگ است، باز 1000 طرف محترم میایه داکسنا استاد میشه که قیمتش 50,000 افغانی است. برای چی آمده؟ یک لقمه برنج اینجا از گلونی خود پیر کنه. این بدبخت امی حقی فقیره، تو چرا میخوری؟ بمی متعلقت میگفتی که جناب کارتی خیرات به من رایی کردی، من خیرات خور نیستم. مستحقی خیرات خو فقیر است، بیواس یتیم است، بر ازو بده. این وطن خو کر و لنگ و کر این قدر است که کجی به کجی. الله اکبر. دامنی تماکام میگیره آدم بیخی میشرمانه، او در جیب تو چیزی نیسته، حیران میمونی که حالی چی کنم. امو را بده دیگه، خود ادبار نکو، تکلیف نکش، مردم از کار و وظیفه مانع نشو. ببر عمود خواهرکی تا که اون جدیدی بگو خانه در کجاست خواهرم؟ در موتر بالا شد. امو خواهر ببر خواب بی هم خانهشه که یقینا این کسبش است یعنی که یقینا ضرورت داره. از دو همسایه شام پرسان کو که اینمی خواهر در اینجا چی رقم است. خب که برات یقین معلومات شد که یقینا همی خواهر یا نه یقینا مستحق است، همی مجموعه برنجک و روغن ببر در خانهش پاتاکو به خواهر بگو که دیگر از تو را دیدم خواهر دگیر حکمت داده نیستم، چرا 1 ساله نفقه تا خیلی نمه دادم. شما برای ما بگوی که یک خواهر دیگه در روی سرک میآید که به خارجی عاجزی کنه، چاپلوسی کنه؟ ننگ و غیرت ما داریم؟ ما مسلمانی واقعی اگر ننگ و غیرت داشته باشیم میمانیم؟ خب با تأسف او علما مردم بفهمانه، سری تجار دل بسوزانه، مردم تشویق کنه که چی کدام کارا بکنه. حالا چل است، حالا جمعه است، مصرف های گزاف شده را است و در کجا مصرف میشه؟ او مال دارم بیا یک فکر بکن. پیغمبر علیه السلام میگه لا تصاحب الا مؤمنا، همراهی نکو، دوستی نکو مگر همراه کسی که واقعا مخلص مؤمن باشه. با دوست مؤمن یقینا اصلاح تو میشه. ولا یأکل طعامک الا تقی، نخوره طعام تو را مگر کدام شخص باید بخوره؟ اونطور کسی که بالکل متقی است، پرهیزگار است، قدم خدا به احتیاط میمانه که از مال تو یقینا او عبادت میکنه. خود عبادت یزو کی شریک میشه؟ تو شریک میشوی. منمو قسم بکن این مسئله مالدارم بود، رئیس دولت، وکیل پارلمان، وزیر صاحب، رئیس صاحب، خب موقع و مقام داری، او آمری اوزه، او آمری امنیت، خب میفهمی اینجا یک مدرسه بنیادش نهاده شده، رئیس دولت خبر شدی امی قدر ده هر کس پاش داده رایستی، از اموجا فرمان صادر که از بودجه اختصاصی برای احیا و ترقی امی مدرسه که در اونجا درس قرآن میشه اینی قدر افغانی برای تعمیرش یا برای معاش استاداش تخصیص داده شد. جناب وکیل پارلمان، او وزیر صاحب، تو مسئولیت داری، خبر شدی په اشتهار یا اعلامه شد، اینجا بیا به محتمم بگو چقدر کتاب نیاز داری. من انشاءالله 1 لگ افغانی را کتاب قط شما خودم هم نمیخرم، فقط با سفارت عربستان در تماس میشم، با سفارت پاکستان. اونجا مؤسسات خیریه زیاد است. در عربستان مردم کسی را پیدا نمیتونه که صدقیش سرش بخورانه. من خودم فقط در 1 عمره رفتم در مدینه منوره، در مسجد نبوی سرمایه‌دار 100 نفر اجرت کراکار میگیره، در 1 روز برشان 100 درهم میده
که 1300 افغانی شود 100 درهم میده. به خاطر چی میده؟ که در افطار در دسترخوان افطاری من نفر پیدا کن. کسی که در عمره رفته در رمضان مبارک این گپا را مکمل مشاهده کرده. وقتی که در داخل مسجد نبوی داخل میشه که همین نفرا میده و که محکم میگیره تا ریشی تا بوسه میکنه. ریشی اینی طور به یک چاپلوسی تو را در دسترخوان خود کش میکنه. یک رقم خوشوقت میباشه که نفر در دسترخوان آوردم. چرا؟ به خاطری که کس پیدا نمیشه که دسترخوان چیش خورده شود. اگر ما و شما او مصارفی که اونجا ببینیم که در اشغالدانیا کدام خرمایی که چقدر قیمت داره انداخته میشه، کدام ماست قوطیگکی، کدام گوشت، کدام میوه که در اشغالدانی انداخته میشه، عربستان نخواد مسلمان بگوی، حکومت عربستان نخواد مسلمان بگوی، میگه که در مملکات های دیگه مردم از گشنگی میموره، ایره چی کنه؟ اونجا اونموتور مردمای سرمایه‌دار داریم کس پیدا نمیتونه که برش بده. آیا وزیری ما، آیا وکیل پارلمان ما قطعی سفارت رابطه کردن نمیتونه؟ همین مدارس سری پای استاد کردن نمیتونه؟ بالکل میتونه. انفاق چی را میگه؟ اینی را میگه. روی تا اینجا مصرف کو، رابطه کی داری، شناسایی کی داری، اینجا مصرف کو. از شما سوال دارم، وطن آباد میشه یا نه؟ کامپیوتر کار از اون طرف میرسه، میگه ما والا در یک مؤسسه کار میکنم، این مدرسه است، بله 1 ساعت خدا وقت مدرسه کردم، بعد از دیگر از 4 بجه بیکار میشم، 1 ساعت برای مدرسه کار میکنم، لله فی الله. از اون طرف مامور دفتر میدوه، میگه من در فلان جای دفترداری دارم، همین مسائلی دفترداری مدرسه را حساب مالیشه آنقدر مهارت دارم که پرسان نکن، 1 ساعت حساب مالی مدرسه در دوشی ما باشه. هر کس در این جامعه ما که چیزی قطش هست امور اینجا انفاق میکنه. افغانستان غنی میشه یا فقیر میشه؟ افغانستان دارای مدرسه میشه یا بی مدرسه میشه؟ افغانستان دارای درس و مراکز درسی میشه یا بی مرکز درسی میشه؟ کلگی. از همون خاطر قرآن کریم اشاره به این میکنه که حیات یا زندگی افراد یا جامعه انسانی به انفاق است. هر کدامشان چیزی که داره انفاق کنه. این طور نگویه که کلگی برابر باشه. این به مثل وجود انسان است. دست انفاق میکنه قوت دستی خوده، زبان انفاق میکنه قوت گویایی خوده، چشم انفاق میکنه بگوی قوت بینایی خوده، گوش، دل، دماغ، کلی اعضای ما انفاق میکنه. اگر دمی اعضا یک عضو انفاق خود بند کنه، آل توازن وجود انسان برابر باقی میمانه یا فلج میشه؟ چشم انفاق نمیکنه دیگه دیده نمیتونی. زندگی بد شد یا خوب شده میره؟ بد شده میره. کل جامعه اینمی حیثیت داره و همین قسم باید انفاق بکنه، بدون از او دیگه چیزی راه کامیابی نیست. این درس ها را قرآن برای ما میده، به شرطی که ما با این کتاب الله بشینیم از این درس بگیریم. و مما رزقناهم، از بعضی آن چیزی که ما روزی دادیم. الله میگه کلی شای انفاق نکنی، ما از شما مطالبه کلی مالیتانه، کلی علمیتانه، کلی قوتیتانه، کلی آبرو و عزتیتانه ندارم. ینفقون، خرج میکنه در راه الله تبارک و تعالی، مطلقی خرج نیست، در او جایی که مناسب است، لیاقت داره، در موقعش خرج میکنه. والذین یؤمنون، متقین چهارم صفتشان کسانی هستند که ایمان دارند به ما انزل الیک، با او کتابی که نازل کرده شده بالای تو، به طریق تفصیل تمام جزیات قرآن عقیده داره. این قرآن آخری کتاب میدانه و میگه بعد از آمدن قرآن تمام کتابای سابقه قابل عمل باقی نمانده. آخرین کتاب اینمیسته و این کامل ترین کتاب است. کتابی است که دایی تغییر تبدیل نمیه، کسی دایی تحریف کده نمیتونه، نقصان و زیادت قبول نداره. حفاظتش کی به دوش گرفته؟ الله متعال. یک نمونه حفاظتش براتان میگم. یک نمونه حفاظت قرآن ببینه که الله حفاظت میکنه. مردم حالیقت قرآن زیاد علاقه داره یا کم؟ نه، زیاد مردم علاقه به قرآن نداره. تنها که از شارارا که نزدیکترین قریه در مسجد ماست، اگر بیاید این مسجد پر میکنه، یک گوشش که بیا کلی گوشانی آلی از کلی کابل با اینمی قدر اشتهارا اینی قدر نفرم. اکثریت مردم خوابی خود کرد
با قرآن تعلقه نداره. باید وقتی که با قرآن تعلقه نداره قرآن بیخی ضایع شود. روز به روز از قرآن فاصله گرفته شد، قرآن بیخی ختم شود. خو نه، چون حفاظت و ذمه‌واریش الله کرده. الله تبارک و تعالی چنایی را فکرش جور میکنه که قرآن کریمی قلمدار باید جور کنه. هر صدای قاری که خیلی خوش آواز است توسط قلم بعد به میلیون ها نسخه قرآن چاپ میشه یا نمیشه؟ چاپ میشه نمیشه؟ آلمانی دست عدد ازی میشه که به کدام شکل قرآن چاپ کنه. ژاپنی دست عدد ازی میشه